مدیتیشن شفا و درمانگری از طریق عشق کیهانی. در مکانی آرام و راحت بنشینید و تمام بخش‌های بدنتان را رها کنید. 3 نفس آرام و عمیق بکشید. با هر دم تصور کنید که انرژی نور کیهانی را وارد بدن خود می کنید تا بدن و حاله شما پاک سازی شود و با هر بازدم تمام انرژی های منفی و افکار مسموم را بیرون بفرستید. اکنون بدن خود را با نور سفید و خالص عشق پر کنید. اجازه دهید این نور بزرگتر و بزرگتر شود تا زمانی که شما در یک حباب نوری درخشان قرار بگیرید. گرمی و قدرت را در قلب خود حس کنید و فعال شدن چاکراها را تجسم کنید. چاکرای ریشه، چاکرای خاجی، چاکرای خورشیدی، چاکرای قلب، چاکرای گلو، چاکرای چشم سوم، چاکرای تاج. این عبارات را تکرار کنید. من با انرژی آگاهی کیهانی در هماهنگی هستم. من اجازه می دهم نور کیهانی شفا بخشد. من نور کیهانی را با خرد و سلامتی برنامه ریزی می کنم. من درک می کنم که چه افکار یا احساساتی باعث بیماری من شده اند. من می خواهم تمام انسدادهای انرژی، حتی آنهایی که در زندگی‌های گذشته ایجاد کرده ام را شفا دهم. من اجازه می دهم انرژی عشق کیهانی تمام انسدادهای گذشته مرا شفا دهد.
از اکنون به بعد من از افکار و احساسات مثبت برای سالم نگه داشتن جسم و ذهنم استفاده می کنم. از اکنون به بعد اجازه می دهم تنها انرژی عشق کیهانی افکار، احساسات و اعمال مرا هدایت کند. من از تمام کسانی که با افکار یا اعمال و سخنانم به آنها آسیب رسانده‌ام طلب بخشش می کنم. تصور کنید که نور کیهانی در حال شفای بخش مورد نظر بدن یا موقعیت نامتعادل زندگی شماست. با ذهنی آرام جملات زیر را تکرار کنید. من برای انرژی شفابخش طبیعت سپاسگزارم. من برای انرژی شفابخش آگاهی مرکزی کیهانی سپاسگزارم. من برای درک و خرد خود سپاسگزارم. من قول می دهم که به عنوان یک کارگر نور بدون خودخواهی و تکبر عمل کنم. من با آگاهی کیهانی یکی هستم. من با انرژی کیهانی نور و عشق در هماهنگی هستم. آرام آرام از مراقبه خارج شوید.